کوچک نفسم حبس شده. وقتی که سنگینی روی تنم افتاده نفسم حبس شده. کفم ماره وحشت شده است. نه رهایی نه خلاصی. سعی کردم که بر وحشت خود چیره شوم. بس بگفتم کیستی؟ از کجا آمده ای؟ به چه کار آمده ای؟ اصل و ذاتت در چیست؟ گفت ابله تو مرا نشناختی. سکه رایج عشق دور دانه و من روی زشت دانم. گاه شکل بخنکه، گاه شکل خودخوری، گاه در سردی یأس، گاه جنون تا مرز خور. ذات این روی سکه تنفر دارد. ذات این روی پر از نسیم است و پر از سردی از عشق. تویی از هر آنچه فکر کنی تلختر و سردتر. دست بردار نباشد تا که نابودت کنم، مگر آنکه پیش دستی کنی و روی خوشم دفع کنی. گفتم که چطور؟ گفت عشقت فرجام را در درونت بکشی. آن زمان است که من هم مردم و که زندی دیگر هرگز به تو وارد نکنم. این چنین کردم آن بختکره. تازه دانستم سکه رایج عشق امروزی تقلب داره و فروپاشی آن ساخته شده. و مهم نیست که غنچه حاصل عشق ناب ساختمان میگرده، تشنه احساس شود، موزه حسرت شود و قربانی یک جهل مرکب گردد. شاعر محمد عبادی، سالک، دکلماتور